از پدرها و مادرهای بزرگوار از وطنی عزیز برای شما من سلام آورده ام. برادران بزرگوار من، اون بزرگوارها بی صبرانه مشتاق دیدار شما هستند. اونها در انتظار شما هستند. اونها باور کنید هر لحظه امید دارند که این لحظه یا لحظه دیگر فرزند من از در داخل می شود. عادتا ما هر روز بعد از نماز بامداد به سر مرقد قبلگاهی زیارت می رفتیم. روز وقت از زیارت بازگشت می کردم، یک منظره خیلی زیبا در یک مادری خیلی سال رفته که موی سفید و قامت چنگ داشت، یک حالت خیلی حساس دیدم. اینو می خواهم که برای شما بیان کنم. وقتی ما در راه می آمدیم، سحر بود، خیلی روز سرد بود، خنک بود که اون شب و روزم یعنی برف زده بود. مادر را دیدم از دروازه بیرون شده، در بر راه در بالا یک سنگ خنک نشسته است، می لرزه وجودش، عصاش در دستش. گفتم مادر بزرگوار، شما اینجا برآمده انتظار کسی هستی؟ وقت خنک هست، خانه داره، یک جای گرمی دایسته. گفت فرزندم، پسرم برای من وعده کرده است که همین یک دو روزه آچه جان می بیام. من انتظار راه فرزندم هستم. مبادا من در خانه باشم و فرزندم بیایم من را پیشواز نگیرم. یعنی انتظاری دارم که شاید این لحظه یا لحظه دیگر فرزند من یعنی رسه. اون بزرگوارها ببینه که چقدر به صبرانه مشتاق و انتظار ما و شما هستند. به همین خاطر چی خوب می شود هر روزها از اونها سراغ کنیم و اونها صحبت کنیم، از حال اونها خبردار شویم. باور کنه اکثر پدرها و مادرها را من این رفتگی دیدم، خیلی چهره پژمرده دارند، موی سفید دارند، قامت چنگ زده دارند. من از خود پرسیدم، گفتم آیا اگر ما از این بزرگوارها سوال کنیم که پدری بزرگوار، مادری بزرگوار، آیا حسن و جمال تو کجا شد؟ آیا موی سفید تو کجا شد؟ آیا قامت راست تو کجا شد؟ میدونه برادران بزرگوار اونها چی جواب میگویند؟ اونها جواب میگویند که اینها قامت زیبا و موی سیاه و چهره حسن و جمال و زیبای خود را فدای شما کردیم. اونها جوانی خود را بخشیدند تا اینکه من و شما جوانی پیدا کردیم. اونها موی خود را سفید کردند تا اینکه ما و شما به وایه رسیدیم. به همین خاطر برادران عزیز بزرگوار، به قدر پدر و مادر برسه، احترام پدر و مادر به جا بیاره که در حیات غنیمت هستند. روزی می روند، بعد از آن ما و شما وقتی به زیارتشون می رویم فقط یک توده خاک می بینیم، فقط یک خاک، فقط یک قبر می بینیم. اگر با اونها سلام هم بدهیم، صحبت هم کنیم، اونها برای ما دیگر جواب نمی گردانند. به همین خاطر به قدر پدر و مادر برسین برادران عزیز و بزرگ.